آشفتگی و وحشت و اضطراب در فرودگاه کابل. 5 سال پیش ماه آگوست سال 2021 در حالی که گروه طالبان نظارت را بر پایتخت افغانستان به دست گرفت، هزاران ساکنین ناامید خود را به هر کوی و در می‌زدند تا کشور را ترک کنند. 15 آگوست سال 2021 روزی سیاه در تاریخ افغانستان بود. جنگجویان گروه مسلح طالبان پس از تاخت و تاز در سراسر افغانستان وارد کابل شده دوباره قدرت را به دست گرفتند و سرنوشت این کشور را دیگر کردند. من آن روز را با غم اندوهی طاقت فرسایش به یاد دارم، روزی که میلیون ها جوان افغان امید خود را از دست دادند. میلیون ها دختر و زن افغان ناامید شدند. فاضل فضلی آن زمان مشاور رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی بود. اشرف غنی وقتی طالبان شهر کابل را تصرف کردند به هیچ آگاهی کشور را ترک کرد. مقام‌های امنیتی به این خلاصه رسیدند که امنیت رئیس جمهور زیر خطر است. حتی در داخل قصر حلقه امنیتی که بیرون از کاخ وجود داشت فرو پاشیده بود. کابل از آنچه بسیاری ها گمان می‌کردند زودتر سرنگون شد. همگی چند ماه پیش از آن رئیس جمهوری وقت ایالات متحده جو بایدن اعلان کرده بود که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 31 آگوست سال 2021 پایان خواهد یافت، جایی که نظامیان آمریکایی تقریباً 20 سال حضور داشتند. جیم دهر دیپلمات آمریکایی میگوید که حمله هماهنگ شده طالبان بسیاری ها را غافلگیر کرد. آن وقت بیش از همه مرا هماهنگی و پیوند میان نیروهای طالبان به حیرت آورد. ما دیدیم که طالبان کشور را بسیار زود اشغال کردند و خیلی زود کابل را گرفتند. در بسیاری از موردها حتی به یگان تیر پیش می رفتند، زیرا در راه به سوی منطقه های گوناگون کشور سازش و معامله می کردند. دهرت با دیپلمات‌های ایالات متحده به بعضی از همپیمانان افغانستانی خود برای ترک این کشور یاری کردند. در 2 هفته زیاده از 120,000 افغانستانی شهروندان امریکا و کشورهای دیگر از افغانستان بیرون آورده شدند، اما تعداد زیادی دیگر در آنجا ماندند. کار بسیار سختی بود. با داد و فریاد مردم در آن سوی دیوار، تیراندازی پیوسته و ردیاب‌های بالای سر شرایط نهایت سنگین بود. آدمان به داخل می آمدند، آفتاب چهره‌هایشان را سوزانده بود، می گریستند، واقعا آسیب روانی دیده بودند. سپس ماموران کنسولی ما مجبور شدند که تصمیم سرنوشت ساز بگیرند که آیا آنها به طلبات پاسخگو هستند و آیا می توانند بمانند یا نه. life or death decisions, whether or not they met the qualifications to stay. فاضل فضلی میگوید که فروپاشی حکومت افغانستان چند ماه پیشتر، زمانی که نیروهای ایالات متحده و ائتلاف بین المللی پایگاه‌های نظامی را ترک می‌کردند و تأمینات ارتش افغانستان را کاهش می‌دادند، آغاز شده بود. قطع یکباره حمایت از تمام نیروهای امنیتی عاقبت‌های فوق‌العاده خطرناک داشت. نکته مهم این است که ما برای ساختن کشور خود نباید پشتیبانی سیاسی یا نظامی خارجیان را چشمدار باشیم. دهرت هم میگوید از شتابکارانه بیرون شدن ایالات متحده از افغانستان و فروپاشی با سرعت حکومت در کابل میتوان سبق گرفت. به نظر من ما باید اندیشه و بررسی کنیم که در 20 سال حضور خود در افغانستان در روش نظامی، دیپلماتی و سیاست‌های خود چی خطا کردیم. در ضمن این مسئولیت تنها یک جانب نیست، مسئولیت به دوش هر دو حزب اساسی است. از حکومتداری گروه طالبان در افغانستان 5 سال گذشت. در این مدت زنان و دختران از حق و حقوق زیاد محروم گشته، قطع بخش از یاریهای خارجی بحران شدید بشری و اقتصادی را در این کشور سخت‌تر کرد. پیامد آن روزهای بی‌سر و سامانی در ماه آگوست سال 2021 تمام نشده است و همچنان به زندگی میلیون‌ها افغانستانی تأثیر می‌گذارد.